خب عزیزانی که میخوان مجسمه سازی یاد بگیرن، حالا ما این گچ رو درست کردیم. در واقع یه مقدارم گچ کناف ریختم توش، آماده است برای قالب گیری. قالبامون هم حاضر شده، همینطور که ملاحظه میکنی به این ترتیب دوستان. اینو تو قالب میریزی. خب اینی که رو قالب ریختی، داخل قالب ریختی، اضافه هاتو برمیگردونی تو قالب. ببینیم به این ترتیب باید قالب کاملا پر شده باشه. برای اینکه مجسمه‌ای که درست میکنین حباب نزنه باید چیکار کنین؟ به این ترتیب بزنین به خود قالبتون که کاملا همه جای مجسمه‌ای که درست میکنین در واقع پر بشه.